دوست من، هر کجایی می باشی تو خوب باش، حتی اگر آدمان اطرافت خوب نیستند. تو خوب باش، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی گرداندند. تو خوب باش، حتی اگر از خوبی هایت سوء استفاده بردند. تو خوب باش، پرطاقت و با صبر باش، زیرا خداوند در کلامش گفته است که استعیذ بالله ان الله مع الصابرین. به درستی که خداوند با صابران است. در این دنیا اگر غم هست صبوری کن، خدایم هست. اگر دشمن کنارت هست با صبر باش، خدایم هست. اگر در کار فریبی هست چه فهم، لیکن خدایم هست. اگر تنهای خوش باش ای دوست که خدایم هست. البته که میوه صبر شیرین است، گرچنده که دیر میپزد. السلام علیکم و رحمت الله.